یه دختر توی مدرسمون داشتیم که خیلی خوشگل بود، اما در مورد شایعه شده بود که با هر پسری قرار بذاره میمیره. البته هیچ وقت دستگیر نشد چون هیچ شواهدی بر علیهش وجود نداشت. چیزای خیلی ترسناکی در موردش میگفتند. واسه همین با اینکه خوشگل بود ولی همه ازش دوری میکردن. تا اینکه یه روز به من پیشنهاد دوستی داد. ازش پرسیدم چرا منو انتخاب کردی و جواب داد یه جایی هست که دلم میخواد با هم بریم اونجا. در نهایت مخم زد و منم خیلی زود عاشقش شدم. همیشه خودم رو گول میزدم و میگفتم اینا شایعه است. آخه یه دختر به این ظریفی چی کار میتونه بکنه؟ خلاصه رابطمون خیلی خوب پیش رفت و همیشه با هم بودیم. تا اینکه یه روز ازم پرسید دلت میخواد بری بهشت؟ ازش پرسیدم در مورد چی حرف میزنی؟ جواب داد دوست دارم باهات برم بهشت. اگه تو بخوای میتونیم همین الان بریم اونجا. از نگاهش معلوم بود که شوخی نمیکنه. حسابی کپ کرده بودم و ازش پرسیدم منظور چیه و اونم جواب داد من هر روز دعا میخونم. خدا خودش بهم گفته که یه خونه زیبا تو بهشت واسم آماده کرده. بیا با هم دیگه بریم بهشت. میتونیم تا ابد اونجا خوشبخت زندگی کنیم. بعد یه نوشیدنی بهم داد. حدس میزدم چی باشه. سری پا شدم و از اونجا فرار کردم. بعد داد زد نرو، ما شرفنده بهشتیم. شمارش رو بلاک کردم و دیگه محلش ندادم. اما چند هفته بعد پلیس با هم تماس گرفت. اون دختر به جرم قتل یه مرد دستگیر شده بود. میگفتن بهش یه نوشیدنی سمی داده که باعث شده در جا فوت کنه. بعد وقتی پلیس به صحنه جرم رسیده، اون همچنان داشته کنار جسد دعا میخونده و بعد با خوشحالی به بالا نگاه کرده و گفته خدا بهم گفت که دوست پسرم همین الان رسیده بهشت. خوشبختانه پلیس سر صحنه جرم دستگیرش میکنه. گویا موقعی که میبردنش با هیجان گفته جناب سروان، اون نمرده. اون تو بهشته. خدا بهم گفت که یه خونه تو بهشت واسش آماده کرده. اگه برید اونجا میتونید ببینیدش. دارم راست میگم.